الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. از الله بسیار بسیار بزرگ و توانا دعاگو هستم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر، ایمان هامون با سلامت نگه دارد، میل خواهش هامون با بدینش زیاد گرداند و از الله مهربان دعاگو هستیم که جمیع مسافرهای ما را سفرهاشون مبارک خیر گرداند، جمیع بیماری هامون الله مهربان شفای کامل نصیب کند و گذشتگان ما رحمت و مغفرت کند و الله مهربان در این ملک ما، در این دیار ما تینجی و آرامی را به همیشگی الله مهربان نگه دارد. چندین سوالهای پیشم هست برادران عزیز، میخواهم که با این سوالها جواب گردانم. سوال آمده است که میگویند استاد در مذهب ابو حنیفه پوشیدن لباس های سرخ و زرد جایز نیست، آیا این درست است؟ یعنی کدام برادری سوال کردند که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پوشیدن لباس سرخ و پوشیدن لباس زرد مقصد درست نیست، آیا مقصد این حقیقت دارد یا ندارد؟ برادران عزیز، من چندین حدیث های پیامبر و چندین مقصد کتاب های فقهی که نزدم هستن نگاه کردم. اولا حدیث متفق علیه هست، حدیثی هم امام بخاری و هم مسلم است، با روایت حضرت برا ابن عازب روایت میکند. حدیث را رأیت نبی صلی الله علیه و سلم فی حلة حمراء. البته حضرت برا ابن عازب میگوید پیامبر گرامی را من در لباس سرخ دیدم، یعنی حضرت هم لباس سرخ پوشیدند. وقتی در حدیث ها زیاد آمده است که زمانی که حضرت لباس سرخ می پوشید خودش کم خوشرو بود، خودش کم زیبا بود که با لباس سرخ او را مقصد زیباتر میکرد، او را با چقدر مقصد حسن پیامبر گرامی را زیاد میکرد. در نزد حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، یعنی در مذهب امام شافعی پوشیدن لباس سرخ یگان کراهیت برادران عزیز ندارد، از آن جمله لباس زرد هم. جمهور علما پوشیدن لباس سرخ یا لباس زرد برادران و خواهران عزیز اکو اصلا برای زنها که پوشیدن همه گونه رنگش اجازه تای، گپ در سر مردها می رود که برای مردها جمهور علما بر اینند که کراهیت ندارد، یعنی مقصد درست پوشیدنش. درباره لباس سرخ حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی در فتح الباریش برادران عزیز شرح صحیح بخاری 7-8 قول میارد، یعنی در گرد این از بس که حدیث هایی که حضرت پوشیدن با حدیث هایی که از پوشیدنش نهی کردن و متخصص های حدیث که همه را جمع آوری کردن، بعد به خلاصه آمدن که چیزهایی را که من در بالا برای شما گفتم، یعنی 7-8 قول آوردن. قسمت کراهیت دارد میگد، قسمتش میگه کراهیت ندارد، خیلی که حضرت امام شافعی گفتند، خیلی که جمهور علما گفتند.
و حافظ ابن حجر هم آورده است که اگر برای شهوت باشد یا برای زینت باشد، اینجا در مقصد کراهیت پیدا میکند. در امام نسائی در سنن خودش از ابن عباس حدیثی را که اسنادش صحیح میگن، از ابن عباس میارد که پیامبر گرامی گفتن نهیتو عن الثوب الاحمر و خاتم الذهب و ان اقرا و انا راکع. یعنی حضرت میگه من کردم شما را از پوشیدن لباسی سرخ، از انگشتری طلایی و خواندن مقصد آیت قرآن در حالت رکوع یا در حالت سجده. یعنی ببینید در اینجا باز حدیث آمد که بالا دیدن که حضرت پوشیده بود، اینجا آمد که باز مقصد حضرت نهی کردن. برای این است که بسیاری مسئله را ما برای شما میگیم که یعنی این کار ما نیست. یعنی در بالای این حدیث ها دانشمندهامان، علمامان، برادران عزیز زحمت کشیدن، مهنت کردن و برای ما و شما درست و نادرست شد از در این حدیث ها جمع آوری کردن. در سنن ابو داود از هلال ابن عامر ان ابیه میگه از پدرش دیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه میخواندند در مینا. یعنی در مینا، در گویم که انا مدینه منوره، در شتر سوار بودند و زمانی که خطبه را میخواندند در تنشون میگد جامعه سرخ بود. یعنی به مثال همین جامعه سرخ در تنشون بودن. وهبه زهیلی برادران عزیز که کتابش پشت من هست، فقه الاسلام و ادلته، وهبه زهیلی که مذهبش حنفی هست و در کتابش ای 4 مذهب صحبت میکنه، میگد که لباسی که معصفر، مزعفر، احمر، اصفر، یعنی لباس هایی که زردن، یعنی معصفرش به معنای برتقالی میگیم، یعنی رنگی خیلی که میوه اپلسین هست، ببینید رنگی وای، یا زعفران، اگر زعفران دیده باشین رنگ زردی که دارد، سرخ و اینها برای زنها میگه جایزه، ولی در نزد حضرت امام ابو حنیفه میگه مکروه تنزیهی هست. ما دو خیل مکروه داریم، مکروه تحریمی داریم و مکروه تنزیهی داریم. یعنی مکروه تنزیهیش میل به سوی درستی و حلالی داره. برای همین یعنی بگیم که پوشیدنشون نزد مذهب خود مونده. وهبه زهیلی بگیم مکروه تنزیهیش میگن، یعنی در عموم بگیم جایز است، درست است پوشیدن این گونه لباس ها. همچنان از قول امام نووی هم آورده است، این هم بگیم شارح صحیح مسلم است، یعنی ریاض الصالحین که کتاب معروف و مشهورش است، خیلی عالم برجسته است. این کس میگد که همه نوع رنگ پوشیدن درست است، ولی سفید پوشین از همه بهتر و بالاتر است. یعنی اون چیزی را که من برای شما الحال از حدیث ها و از کتاب ها نام گرفتم، انشاءالله خلاصش هم اینه که مذهب خود مانده مکروه تنزیهیش گفته است. یعنی مقصد میلی به درستی و به حلالی و بگیم به جایزیش نزدیکه. برای همین کسی را ما در پوشیدن این مقصد گناهگار گفتن نمیتونیم. بابای حاجی مردی که قد پست و پایهای باریک دارد، مکه را ویران میکند، او کیست و در کدام وقت میآید؟ برادران عزیز و گرامی، یکی از نشانه های قیامت هم انا هرگاهی که اگر این حادثه شد، یکی از همون
انا نزدیک بودنی خانه ویران شدنی خانه کعبه است. ما در اینجا از امام احمد از عبدالله ابن عمر نقل میکنند که رسول خدا گفتند مردی با ساقهای بلند کعبه را ویران خواهد کرد، زینتش را می دزدند، جامه اش را بیرون میارند. حالا برایم عیان هست زمانی که او سری تاس و پایهای خمیده و کچپا و همون گویم اسبابهای ویران کنندش به کعبه ضربه میزنند. این برادر عزیز حدیث در مسند امام احمد آمده است، لیکن اسنادش قوی است. خلاص در اینجا بسیار آمده است. در این کتاب‌هایی که در پیش منم هست من نگاه کردم، همه‌شون مقصد این حدیث میارن. حدیث ویران شدن خانه کعبه را یکی از نشانه‌های قیامت میدانند. خب اینجا دام آورده است که خب امام احمد در مسند خود از ابو هریره اینجا دو نقل کرده است. رسول خدا گفتند، حدیث هم متنش میارد، در سلسله احادیث های صحیح میارد و میگوید که مردم حبشی می آیند خانه را خراب میکنند، چنان خراب می شود که بار دیگر آباد نمی شود. و آنها کسانی هستند که گنج خانه را بیرون میارند و پرده را می درانند. اینجا هم حدیث دیگری که آمده است، یخرب الکعبه ذو سویقتین من الحبشه، اینجا در با متن حدیث آورده و خانه کعبه را حبشی نابود میکند و زیور آن را به غارت میبرد، پوشش آن را میدرانند. یعنی همه اینا بعد کانی انظر الیه اسوده، خب گویا میبینم که مردی سیاه رنگ با ساقهای کوتاه تیکه تیکه سنگهای کعبه را میشکند. پیامبر ما نقل کیسته که یعنی همون مردی حبشی سیاه پوستی که قدی پس دارد، کله خورد دارد و ساقهای بسیار خورد دارد و باریک دارد و در دستش همون گویم آلت هایی که اسباب هایی که سنگ های کعبه را میزند و دانه دانه کنده میپرتاید، میگد همچنان است که در پیش نظر من این حادثه را میبینم. یعنی در چشم پیامبر گرامی این نمایان شد که چگونه خانه کعبه را ویران میکند. برای همین برادران عزیز و گرامی، هر یک حادثه و کاری را که می آید الله مهربان از حکمت او آگاهی دارد. چرا خانه کعبه ویران می شود، چرا دیگر آباد نمی شود و چرا تا آن روز را مقصد ویرانش نکردند. و هر حادثه ای که به سر دین می آید، به سر مسلمان می آید، برادران عزیز هیچ وقت از اراده الله مهربان او دور نیست و حکمت او را الله مهربان می داند. به این خاطر ما نمی دانیم که این حادثه کی آمدنی هست و کی شدنی هست و حتی دیگر که در عوض این کاری را که این سیاه پوست میکند ما حق ملامت آدمای سیاه پوست نداریم. از این لحاظ معنای این سوال شما برادر عزیز همین است که این یکی از نشانه های آخر الزمان هست که این حادثه حتما به وقوع پیوندد.